بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم با تداوم دستاوردهای قابل ملاحظه پلیس کابل شما در صحنه عمل میبینین که این قسمتی که ما شما استاد هستیم ساحه خوجا بغرای ناحیه 15 شهر کابل می باشه. گروپ اسارقین حرفوی وسایط که اینا بسیار به شکل حرفوی و مجرمین متکرر هم هستند، در چندین سال دست به سرقت‌های وسایط می زدن و تقریبا 3 ماه شد که زیر تعقیب و پیکرد نیروهای امنیتی ما در شهر کابل یا قرار داشتند که از نواحی مختلف یا وسایط سرقت میکردن و بسیار به شکل ماهرانه و تکتیکی که هیچ در دام پلیس نمفتیدن. با ایجاد امو پروژه کشفی و اپراتیفی که آمریت حوزه 11 امنیتی پلیس کابل که جا داره با استفاده از فرصت از این عمل مسلکیشان هم از آمر صاحب حوزه و پرسونل کشفی و امنیتیشان ابراز سپاس و امتنان بکنم من حیث مسئول پلیس کابل. با ایجاد اینمی پروژه تانستن که این گروپ حرفوی را در اینمی ناحیه 15 دستگیر کنه، چون اطلاع و کار از یا طوری بودن که جای قبلا تثبیت شده بود که وسایط را که سرقت میکنه در این جمعین چندین دفعه اقدام میشد به حساب از این که شاید سارقین در خانه نباشه و اگر خبر شود که پلیس از یا با خبر شده که یا سارقین است و اینجا جای جور کرده برای وسایط مسروقه، شاید باز اینا به چنگ پلیس. بالاخره شو اینا در کمین بودن اینجا، زمانی که وسایط سرقت شده را اینا میارن اینجا استاد میکنن و این محل بوده که از اینجا باز پلیتش رنگش تغییر میداد و به شکل از اشکال با تکتیکای جرمی که خودشان داشتن وسایط از شهر کابل بیرون میکشیدن. خوشبختانه همزمان که وسایط مسروقه که شما میبینین که یک تعداد وسایط از ناحیه 11 سرقت شده بود و یک تعداد وسایط هم از یک اراده هم از ناحیه 15 و سرقت های قبلیشان از نواحی مختلف شهر کابل بود. خوشبختانه که امو وسایط هم اینمی 3 حویلی مربوط از یاسته که بسیار به شکل ماهرانه ایجا یا فعالیت خود میکردن و آنقدر ماهر هستند. شما میبینین جویچی که در پیش روی خانهش است، حتی زمانی که وسایط مسروقه را داخل میکنه تخته میمانه، بعد از او پس میکنه که هر کسان بیای بگه که در اینجا موتر داخل شده نمیتونه جویچی است. خوشبختانه که خدا شرماندشان به اساس کار و فعالیت منصوبین حوزه 11 امنیتی اینا دستگیر شدن و به چنگال قانون سپرده میشه و مالکین وسایط مسروقه نیز در اینمی محل هستند، چون اونا اطلاع داده بودن که واسطه ما سرقت شده. خوشبختانه که اونا هستند و از اینمی محل مخفیگاه سارقین که وسایط مخفی میکردن عملا او اینجا وارم آوردیم که تا وسایطشان از اینمی جا تسلیم شوند و ببرند. و گروپ خیلی گروپ ماهر و مجرمین متکرر هستند که این حاجت از این نیست که روی از یا پوشانده باشه، به خاطر از این که می ملت هم میاره ببینه، خیش قومشان ببینه، دیگه در مسجد و در قریه و در وطن هم جای نداشته باشن. باز کو باز این جوانا ای سن پخته ایواز از این که جوانا را تربیه قرآن بده، تربیه کار و بار بده، تربیه زیستن در یک جامعه اسلامی و افغانی بده. فقط وظیفهشان این نیست که این تربیه سرقت دادن که هر کدامش در این سن جوانی جرمای متکرر را انجام داده. بر علاوه از این که در اینجا وسایط مسروقه و نحکی و ویلیام از وسایط مسروقه پر بود و اینجا هم وسایط مسروقه هستند. اینا یک تکتیک دیگه را که داشتن فعلا در جریان تالاشی امی منازل سارقین ما دریافتیم که یک تعداد پلیتایی که قبلا به سرقت برده شده بود، مثلا واسطه مو واسطه است که چند روز قبل یا دیروز سرقت شده، ولی پلیت از یک واسطه است که این واسطه چند وقت پیش حتی پلیتای در اینجا
ما دریافت کردیم که واسطهش قبلا از توسط کسی دیگه ما دستگیر کرده بودیم و پلیتش نبود امرایش که این پلیتای شیجا برآمد. از اینمی اسلوب جرمی از یا نوی جرمی از یا معلوم میشه که وسایتی را که قبلا اینا به سرقت برده بودن و پس به فروش انداختن، پلیتایشان امرایشان بود، باز از او پلیت در وسایتی که جدید سرقت میشد کار گرفته میشد که خوشبختانه آیسته آیسته داریم که امی تحقیق و یا استمتاق ما انکشاف بکنه و شرکای جرمی زیاد پیدا شوه و شاید هم تعداد زیاد از وسایط را اینمی گروپ بسیار حرفوی به سرقت برده باشند. سارقین به خاطر پنهان کردن جرم خود همیشه کوشش میکنه که خود را در محلات جاگزین کنه که هیچ کس اصلا توجه نکنه. طبیعی است که در همچو جرایم بعض موارد طبقه اناس هم شریک جرمی می باشه که آل انکشافات تحقیقات ما نشان میده و امی که خیاطی زنانه نوشته است از نقطه نظر اپراتیفی یا کشفی ما خودش سوال است که اگر زنا در این خانه زیاد داخل و خارج شود یک لوحگک باشه که خیاطی زنانه است. به خاطر از این که اینجا اینا وسایط مسروقه را پنهان میکرد، زمانی که وسایط مسروقه را پنهان میکنه به هیچ وجه اینجا یا نمیگذارن که یا زن داخل شود یا مرد داخل شود که می سرقتای از یا عمل جرمی از یا افشا نشه. وقتی که اونمو است برداشت ما می نمیست و شاید در نتیجه استمتاق یا انکشاف تحقیق هم ما به می مرحله برسیم که تو یک گپ بوده. محترم از شب پنجشنبه ساعت 8 بجه در داخل خانه برای 10 دقیقه داخل شدم، پس برآمدم محترم نیست و ما رفتیم به 119 اطلاع دادیم، زنگ زدیم، بعدا در حوزه 15 اطلاع دادیم موتر چی شد. امشب 1 بجه شب از حوزه برای من زنگ زد که موترت پلیتش پیدا شده که چون یک طلایی است طلایی نبود. پلیت مرا در موتر جگری نصب کرده. از پلیس، از پلیس‌ها، از همکارای حوزه 11 و 15 یک جان تشکر، از قماندان صاحب امنیت همچنان. نام عبدالمالک می باشه، خانه ما اصلا در خیرخانه است، قلعه نجارا. امشب ساعت 9:30 بجه امشب بود که طرف سیروی خوجه بغرا در کوچه کلاب استاد فرید که هستن زیبایی اندام اونجا آمدم پیش سیاسراک. مادرم چون خانه باز از دوستا آمده بودن. ساعت 9:30 بجه بود که من داخل خانه شدم که مادرم چون گفتم بخیزین که بریم طرف خانه. امی فقط 10 دقیقه در بر گرفت که 49 دقیقه بود که پس برآمدم، موترم نبود در جای دیگه. باز با 119 با تماس شدم و با اونام را پر دادم. باز بعدا رفتیم به سایه حوزه 15 رفتیم، باز با اونام اطلاع دادیم دیگه. تشکر بسیار زیاد از قماندان صاحب امنیت میکنم و همچنان از مدیر صاحب جنایی حوزه 11، آمر صاحب حوزه 11 و کارمندان جنایی حوزه 11. بسیار زیاد خوش هستم که پلیس فعال داریم و همچنان از کارمندان حوزه 15 و آمر صاحب حوزه 15 بسیار زیاد تشکر میکنم که محترم بر ما زنگ زدن که وسایلتان در سایه خوجه بغرا یافتیم و اینجا بعض از سارقین دستگیر کردن و محترم هم اینجا موجود است. تشکر فراوان بسیار زیاد از همشان. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما حاجی صبرالله، یکی از دکانداران لیسه مریم. امشب به ساعت 15 کم 9 بجه دیگه وسایل خدا موتر خدا در پشت دروازه استاد کرده بودیم دیگه. داخل خانه شدیم، به صبح ختم داشتیم. داخل خانه شدیم، این پس میبریم در مدت 15 دقیقه موتر ما سرقت شده و پس در ساعت 12:30 بود که برای ما چشم روشنی داده شد که ما موتر تا پیدا کردیم. جای که سارقینه که موترها را سرقت کرده جای از او را تثبیت کردیم. باز فردا برای ما این چیز دادن، اطلاع دادن که در فلان ساعت بیایی دیگه برتان موترتان تسلیم میتیم. دیگه ما تشکری میکنیم از منصوبین حوزه 11، منصوبین 119 پلیس و 101 آسمایی کابل. دیگه تشکری بسیار فراوان میکنیم که شب و روز در خدمت مردم است. همیشه وقت این فاعلین قضیه را به سزای اعمالش برسانه که در آینده فامیلا را اینطور متضرر نسازه. دیگه ما همیشه وقت سپاسگزار هستیم از منصوبین، در جمله منصوبین پلیسی که در شهر کابل خدمت میکنه، شب و روز در خدمت مردم است. به می خاطر اونا زحمت کشیدن. تشکری میکنیم از حوزه 11، از منصوبین حوزه 11، از منصوبین حوزه 15، از آمر صاحب حوزه 11، از آمر صاحب حوزه 15
و بالخصوص از قماندان صاحب امنیت شهر که زحمت کشیدن در روز رخصتی، زحمت کشیدن و اینجا تشریف آوردن، وسایل ما را برای ما تسلیم میدن. تشکر. ستا میړانې ته سلام دی، په هر زړه کې د مقام دی، ته ګټونکی د دې خاورې، ته ساتونکی د دې خاورې، ته ساتونکی د دې خاورې. ستا میړانې ته سلام دی، په هر زړه کې دې مقام دی، ستا میړانې ته سلام دی، په هر زړه کې دې مقام دی، ته ګټونکی د دې خاورې، ته ساتونکی د دې خاورې، نه د خوب نه د آرام دی، په وطن باندې د پام